بود؟ سبک چوب جوتسوی جنگل عظیم. چی داری؟ تو سبک چوبو از کجا یاد گرفتی؟ توقع نداشتم جواب بدی. برو. ها؟ زود باش. جوتسویی که تو داری واسه دهکده برگ خیلی ضروریه. برو. به نظر میاد اونا فقط دنبال عالی جناب سوم بودن. هدفشون این بوده که ما رو از عالی جناب سوم جدا کنن. همشون پراکنده شدن. تو هم اینجا بودی؟ بله. تونستی دشمن رو شناسایی کنی؟ نه. نفهمیدم کی بود. خب عیبی نداره. مطمئنم عالی جناب سوم خودش به قضیه رسیدگی میکنه. متاسفانه باید بهت اطلاع بدم که اون صندلی هنوز مال تو نشده دانزو. احساس میکنم میخوای ازم بپرسی که چرا هنوز. معلومه که نه. فکر میکردم امروز صبح دهکده رو ترک کردی تا بری پیش ارباب. یه نفر به هم خیانت کرد، اما دوباره اومد سراغم و به هم هشدار داد که تو راه رسیدن به ارباب برام کمین گذاشته شده. خیلی راحت میتونم بفهمم کی پشت این قضیه است و دستور اعدامش رو بدم. این مثل روز برام روشن دانزو. هرچند این خلاف اصول منه که باعث مرگای بیشتری بشم. اگه میتونستم با اون آدم صحبت کنم بهش میگفتم که این دفعه کارشو نادیده میگیرم، ولی در ازاش باید هر کاری که در توانشه برای دهکده برگ انجام بده. شنیدی چی میگم؟ تو و ایده های احمقانت درباره صلح. این بی‌طرف بودنت یه روزی باعث مرگت میشه هیروزن. اینو مطمئن باش. شاید حق با تو باشه دانزو. ما دوتا همیشه همین جوری بودیم. تو روشنی هستی و من تاریکی. هر جا که نور باشه تاریکی هم هست. اما اگه یک کدومشون نباشن ممکنه دنیا به هرج و مرج کشیده بشه. علی جان، من شایستگی آن بودن رو ندارم. برای چی؟ اگه تو نبودی من الان زنده نبودم کاکوشی. با تمام اینا من یه بار به شما خیانت کردم. من نتونستم از هوکاگه 4 محافظت کنم. اگه بابتش ازم متنفر باشی نمیتونم سرزنشت کنم. میدونی این وقتی اینا تو زنده بود اومد و در موردت با من حرف زد. امیدوار بودم بتونم دردی رو که تو بردش داره حداقل یه ذره فراموش کنه.